هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده و مهربان نهایت با رحم. اما بعد، امروز برایتان قصه را بیان می‌سازم که برای هر یکی ما درس عبرت می‌شود. یک مرد بود با نام پیر چنگی. این مرد را برای آن پیر چنگی می‌گفتند که یک چنگ داشت و توی به توی چنگ می‌زد و می‌گشت. چنگ این یک اسباب موسیقی است. این پیر جنگی دائما کیف و صفا میکرد و همیشه مینوشی میکرد و از خدا دور بود. تا وقت پیر گشتنش کارهای گناه را انجام داده بود. مرد پولدار و ثروتمند بود. عمر پیر جنگی می رود و او به بیماری گرفتار می شود که چنان بیماری می شود که حتی مردم از او روی می گردانند و از او نفرت پیدا می کنند. حتی مردم او را دیگر در تویهایشان نمی برند. از سببی که مردم او را در تویهایشان نمی برند و به او پول نمی دهند، پس او آهسته آهسته گدا می شود. پیر جنگی خود به خود فکر می کند و می گوید آخر من امروز بیمار شدم و نادار شدم، حتی به کسی در کار نیستم. از این حالی که من دارم مردنم بهتر است. بعدا در نیمه شب به سوی گورستان بقع رفته، در آنجا با آبی چشم به سوی پروردگار چنین دعا می کند خدایا، من نصف عمرم را در توی و در مینوشی گذرانیدم. اکنون امروز بیمار شدم و نادار شدم، حتی در خانه نان نمیابم که بخورم. خدایا، در این نیمه شب به سوی درگاه تو دعا میکنم که مرا 10 تنگه بده تا زندگیم را بهتر کنم. در همین نیمه شب حضرت عمر رضی الله عنه در خانه اش خواب بود. از جانب پروردگار یک صدای به گوش حضرت عمر رسید که ای عمر، از خوابت برخیز و رفته دوستی مرا 10 دینار بده. حضرت عمر در حال از خوابش بیدار شد و حیران شد و گفت خدایا، آن دوستی تو کی باشد و در کجا باشد؟ در این نیمه شب من او را از کجا پیدا میکرده باشم؟ حضرت عمر فکر بسیاری کرد که ناگهان باز خوابش بود. باز یک صدای به گوشش آمد که ای عمر، از خوابت برخیز و به گورستان بقع برو و دوستی مرا 10 دینار بده. حضرت عمر رضی الله عنه در نیمه شب رفته از خزینه 10 دینار گرفت و به سوی گورستان بقع رفت. نگاه کرد یک مرد در گورستان خواب است. به سوی او نزدیک آمد. نگاه کرد که همان پیر جنگی که توی به توی میگشت و دائما شراب می نوشید همان کس است. یعنی حضرت عمر او را شناخت. حضرت عمر هیچگاه باورش نمی آمد که پیر جنگی دوست خدا باشد. خلاصه از پیشش گذر کرده رفت. تمام گورستان را جستجو کرد ولی کسی دیگری را دریافت نکرد و بازگشت به سوی پیر جنگی آمد. پیر جنگی باشد در صدای پای حضرت عمر از خوابش بیدار شد. نگاه کرد که در بالای سرش حضرت عمر ایستاده است. پس پیر جنگی به سوی خدا گفت خدایا، من 70 سال عمر خدا در کارهای گناه گذرانیدم. اکنون در حیاتم یک بار از تو 10 دینار خواستم، تو باشی به سر من حضرت عمر را روان کردی؟ حضرت عمر به پیر جنگی گفت ای پیر جنگی، آیا تو از پروردگار 10 دینار طلب کرده بودی؟ پیر جنگی گفت بله، طلب کرده بودم. حضرت عمر گفت ای پیر جنگی، امشب خداوند مرا 3 مراتب صدا زد که ای عمر، از خوابت بخیز و به گورستان برو و در دست دوست من 10 دینار بده. اکنون من باشم همان 10 دینار را آوردم، مرحمت بگیر. پیر جنگی 10 دینار را گرفت و گفت ای عمر، آیا خداوند مرا دوست خود گفته است؟ عمر گفت بله، تو را دوست خود گفته است. پیر جنگی دست دعا برداشته و گفت خدایا، من از کارهای خودم توبه کرده بودم و از تو 10 دینار طلب کرده بودم. تو باشی به من 10 دینار و مرا دوست خود انتخاب کردی. اکنون خدایا، من اگر دوست تو باشم جانم را بگیر تا اینکه دیگر گناه نکنم و به سوی تو بیایم. دعای پیر جنگی در حال قبول شد و خداوند جان او را گرفت. حضرت عمر نگاه کرد که ناگهان پیر جنگی در زمین افتید. حضرت عمر باشد به نزد او رفت و او را خبر گرفت که الکی جانش برآمده است. پس باور داشته باشد که پروردگار ما مهربان است. 100 بار اگر توبه شکستی بازآی،
خداوند نگهبان شما باشد. خدا